خب نفر دیگر با نام پندهای بهترین سوال داده است. سلام علیکم. سوال: چگونه این حکومت کنونی امروزه را با راه مصالحه ملی حل نمود؟ من میخواهم زودتر به شکست و ریخت و به اذیت، قتل و کشتار حکومت را عوض کرد. من به پرزیدنتی یک چند پیشنهاد مشخص خود را دارم. خب در اینجا 7 نفر را پیشنهاد کرده است. من نمیخوانم برای اینکه یک نمود رکلام هم میشود گویا، چون که نام بنده هم در اینجا هست و چند از دوستان از پیمان ملی و از گروه های دیگر اپوزیسیونی. و در آخر گفته است در حکومت آینده اینها را در منصب های دولتی و پرزیدنتی دیدن میخواهم و فکر شخصی من است. فکر شما چیست؟ ببینید دوستی عزیز، چگونه این حکومت امروزه را میشد با راه مصالحه ملی یا مصالحت آمیز عوض کرد؟ راه های گوناگون هست. اولین راه مصالحت آمیز این انتخابات است. در تمام دنیای متمدن پیشرفته دموکراتی انتخابات یگانه راه تغییر حکومت است. اما در کشورهای دیکتاتوری مثل تاجیکستان با راه انتخابات حالا هیچ کس نتوانسته است که یک دیکتاتور را عوض کند که با مردم تاجیک این خواب را داشته باشد، این تخیلات را داشته باشد که در تاجیکستان هم می شود امام علی رحمان و حکومتش را با راه انتخابات عوض کرد. نه، این امکان ندارد. پس میماند راه های دیگری مصالحت آمیز بدون خشونت، بدون جنگ. این همون تجربه ملت های دیگر که با راه های اعتراض، میتینگ، قیام مردمی حکومت ها را عوض کردند، چون دیگر راه وجود ندارد. راهی از همه نهایی و از همه بدش و اگر حکومت ها این را بخواهند، این دیگر راهی بعد میپیچد به مبارزه مسلحانه که ملت تاجیک و اپوزیسیون تاجیک این را نمیخواهد. اما حکومت ها بعدشان نمیاد که یک اعتراض های مصالحت آمیز و مردمی را تبدیل بدهند به یک جنگ، به تیرپرانی، به خشونت و بعد چون دلیل پیدا میشد برای آنکه ارتش را وارد کنند و تیرپرانی ها و جنگ و جدال آغاز شود. اما ما و شما باید برادری عزیز تلاش کنیم که دیگر حالا انتخابات که امکان ندارد، از این راهی مصالحت آمیز، اعتراض ها و اون قیام مردمی که درباره‌اش همیشه صحبت میکنیم استفاده شود، چون متاسفانه دیگر راه باقی نمانده است. بعد از آن که این انجام شد، دیگر حالا شما از این نفرایی که پیشنهاد کرده، چه اینها چه نفران دیگر میتوانند مسئولیت را به دوش بگیرند. مهم این که باید که یک نفر باشد که مسئولیت شناس و از همه مهمترش باز بداند که موقتی در سر قدرت است، 4 سال است یا 2 دوره باید که از سر قدرت برود. بنابر همین من هم با شما راضی هستم که باید بدون خشونت باشد. اما یک نکته را هم بگویم که اگر گاه می شود که مردم با راه‌های مصالحت آمیز بدون سلاح آغاز میکنن، همونطور که در قزاقستان مثلا شد، اما بعد نیروهای دیگر و خود حکومت استفاده میبرد و نیروهای مخصوص دارن از قبل آماده کرده که میزنن، میشکنن و جنایت ها صادر میکنن تا اینکه بهانه به دستشون بیاد. باید ملت وقتی که قیام کرد، خیست، به خیابان ها و به میدان ها ریخت، دیگر به هیچ کس نه وقت را بدهد نه امکانیت بدهد که سوء استفاده کنند، نه به حکومت نه به نیروهای فرصت طلب که این فرصت ها را منتظرند، خودشان اصلا وارد مبارزه نمیشوند، مبارز هم نیستند، فرصت را منتظر میشوند که مردم قیام کرد، نیروهای مبارز وارد میدان شدند، بعد اونها با راههای خیانت به این قیام و به خیزش مردمی میآیند، وارد صحنه میشوند و کار را به سمت دیگر میبرند. بنابراین ملت تاجیک، نه تنها ملت بلکه اپوزیسیون هم باید آمادگیش را طرز بگیرد که اون اشتباهی که در اپوزیسیون قزاقستان کرد تکرار نشود و زحمت و تلاش و مبارزه های مردم بیهوده نباشد.